زمزمی معارف. پرسش از شما و پاسخ از ما. همراه ما باشد در برنامه زمزمی معارف با حضور کارشناس عالی قدر استاد نصیب الله عمر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو مهر. با آرزوی سلامتی و عافیت برای یکایک شما، نخستین برنامه زمزم معارف را با طرح یک پرسشی از جانب شنوندگان آغاز می نمایم. عزیزی پرسیده اند: تبریک عیدهای غیر اسلامی مثل عید نوروز، عید سال نو میلادی چه حکمی دارد؟ در پاسخ این پرسش مهم قدری باید درنگ کرد و با تأمل و تأنی جواب داد. مسئله ارتباط پیروان ادیان با همدیگر از جمله جنجالی ترین مسائلی است که از دیر زمان در میان گروه‌های مختلف جوامع بشری و از جمله جامعه اسلامی مطرح بوده و امروز که تقریباً در همه کشورهای جهان پیروان ادیان گوناگون به عنوان شهروندی یک کشور کنار هم زندگی می کنند و همچنین به دلیل افزایش نقل و انتقالات انسانها به نقاط مختلف عالم و گسترش روابط فیزیکی و توسعه روابط مجازی و ارتباطات اینترنتی، این مسئله به شدت مورد توجه قرار گرفته است. برای پاسخ به سؤال جزئی که حکم شرعی تبریک عیدهای غیر اسلامی مثل عید نوروز و عید میلاد مسیح علیه السلام چیست، با توجه به جوانب گوناگون این مسئله نمیتوان با یک جمله جواب داد، بلکه لازم است با در نظر گرفتن برخی اصول و قواعد شریعت اسلام به جوانب مختلف مسئله توجه کرد و پاسخ صحیح داد. اللهم صل و سلم علی الرسول و آل النبی العظیم. اللهم صل و سلم علی الرسول و آل النبی العظیم. معروف است که پیروان ادیان غیر اسلام دو گروه هستند. گروه اول پیروان بتپرستی، مانند مشرکان بتپرست در گذشته‌های دور تا به امروز مثل کشورهای شرقی. دوم گروه پیروان ادیان آسمانی و اهل کتاب، کسانی که دین آسمانی دارند و از سوی خداوند کتابی برای آنان نازل شده است و پیغمبر دارند، مانند یهود و نصارا که قرآن آنان را اهل کتاب خطاب نموده است. قرآن در دو آیه قانون محکم و روشنی را برای مرزبندی پیروان ادیان آسمانی و همچنین ادیان غیر آسمانی با مسلمانان بیان کرده است. در سوره مبارکه ممتحنه می‌خوانیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم
ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. صدق الله العظیم. خدا شما را از کسانی که در کار دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده اند باز نمی دارد که با آنان نیکی کنید و با ایشان عدالت ورزید، زیرا خداوند دادگران را دوست می دارد. فقط خدا شما را از دوستی با کسانی باز می دارد که در کار دین با شما جنگ کرده و شما را از خانه هایتان بیرون رانده و در بیرون راندنتان با یکدیگر همپشتی و کمک کرده اند و هر کس آنان را به دوستی گیرد آنان همان ستمگرانند. سوره ممتحنه آیات 8 و 9. این دو آیه در مورد مشرکان است که آنان در برخورد با مسلمانان در دو گروه قرار دارند. گروه اول گروهی که در کار دین با مسلمانان سر جنگ ندارند و آنان را از دیارشان بیرون نمی کنند، و گروه دوم گروهی که در کار دین با اهل اسلام جنگ دارند و با پشتیبانی همدیگر مسلمانان را از دیارشان بیرون میرانند. در این دو آیه با توجه به دو گروه غیر مسلمانان تکلیف و وظیفه شخص مسلمان معین و مشخص شده است. خداوند از نیکی و عدالت نمودن با گروه اول منع نمی کند، اما از ارتباط دوستانه با گروه دوم برحذر می دارد. به دو کلمه مهمی که در این دو آیه آمده است توجه شما را جلب می کنم. واژه بر و واژه قسط. بر به معنای خیر و نیکی و قسط به معنی عدالت است. عدالت هم در حق خیش و هم در حق دیگری قابل تصور هست. عدالت در حق خود آن است که شما حق خود را بازپس گیری و از حق خیش کوتاه نیایی. اما عدالت در حق دیگری آن است که حقوق او را تمام و کمال بدهی بدون هیچ کم و زیاد کردن. همین گونه بر هم در حق خود و در حق دیگری قابل تصور هست. بر در حق خود آن است که آنقدر بنای نیکی کردن داری که حتی از برخی حقوق خود صرف نظر کنی و آن را ببخشی. و اما بر در مورد دیگری آن است که حق او را بیشتر از استحقاق و شایستگیش عطا کنی. یادمان باشد که واژه بر در ادبیات قرآنی برای نزدیکترین انسانها در زندگیمان، یعنی پدر و مادر، بعد از حق الله که عبودیت او تعالی باشد به کار گرفته شده است. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر خود احسان کنید. سوره اسراء آیه 23. امام بخاری و مسلم از اسماء بنت ابی بکر رضی الله عنهما روایت نموده اند که روز اسماء به حضور پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شد و از آن حضرت پرسید: ای رسول خدا، مادرم که مشرک و بت پرست است به مهمانی من آمده است و او دوست دارد که من او را احترام و پذیرایی کنم.
آیا او را احترام و پذیرایی نمایم؟ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ او کوتاه فرمودند: آری، مادرت را احترام و پذیرایی کن. توجه داشته باشید که این دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حق یک انسان مشرک است و معلوم است که موضع و موقعیت اسلام نسبت به اهل کتاب همچون یهود و نصارا موضع ملائمتر و دوستانه تر است. دستور اسلام به مسلمانان درباره برخورد با پیروان اهل کتاب برخوردی ویژه است. اسلام خوراک و طعام اهل کتاب و مسلمانان را برای هم مباح، حلال و پاک دانسته است، همان گونه که پیوند و ازدواج با آنان را جایز دانسته است. خداوند متعال در سوره مائده می فرماید: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. امروز چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده و طعام کسانی که اهل کتابند برای شما حلال و طعام شما برای آنان حلال است. و بر شما حلال است ازدواج با زنان پاک دامن از مسلمان و زنان پاک دامن از کسانی که پیش از شما کتاب آسمانی به آنان داده شده، به شرط آنکه مهرهایشان را به ایشان بدهید در حالی که خود پاک دامن باشید، نه زناکار و نه آنکه زنان را در پنهانی دوست خود بگیرید. سوره مائده آیه 5. پیوند ازدواج و زناشویی یکی از دو روش ارتباطی است که خویشاوندی را در میان بشر شکل می دهد. قرآن کریم در سوره فرقان می فرماید: و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا و کان ربک قدیرا. و اوست کسی که از آب بشری آفرید و او را دارای خویشاوندی نسبی و دامادی قرار داد و پروردگار تو همواره تواناست. سوره فرقان آیه 54. ازدواج از دیدگاه اسلام آرامش، مودت و محبت و رحمت به همراه دارد و زندگی زناشویی بر این پایه ها استوار گشته است. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لآیات لقوم یتفکرون. و از نشانه های او این که از نوع خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستی و رحمت نهاد. آری، در این نعمت برای مردمی که می اندیشند قطعاً نشانه هایی است.
سوره روم آیه 21. ازدواج یک امر بسیار مهم است. ازدواج یک مرد مسلمان با زنی از اهل کتاب به این معناست که پیوند خویشاوندی میان آن دو زن و شوهر ایجاد می شود. پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری، تقاها و خاله ها و فرزندان آنان که همگی اهل کتاب هستند، برای فرزندان این مرد مسلمان از حقوق خویشاوندی که اسلام مقرر داشته است کاملا برخوردارند. از طرفی اسلام در تعامل با دیگران به اصل رفتار اخلاقی و پسندیده تأکید دارد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر رضی الله عنه فرمودند: در هر مکان و هر زمان خدا را پروا کن و به یاد خدا باش. بعد از هر عملی بدی که انجام دادی کاری نیک انجام ده تا آن را محو نماید و با مردم با اخلاق نیکو برخورد نما. دقت کنید، حضرت رسول فرمودند با مردم، نگفتند با مسلمانان. و اهل کتاب و پیروان ادیان غیر آسمانی که با مسلمانان در جنگ و ستیز و دشمنی نباشند، سزاوارند که با آنان بر اساس اخلاق نیکو رفتار شود. پس از این مقدمه نسبتاً طولانی برمیگردیم به اصل پرسش. پرسیدند حکم شرعی تبریک عیدهای غیر اسلامی مثل عید نوروز و عید میلاد عیسی مسیح علیه السلام چیست؟ اگر پاسخ فقهای قدیم را در نظر بگیریم که آنها اساساً بنابر اقتضای شرایط زمانی و مکانی خود به این پرسش پاسخ داده اند، در کل یک پاسخ جدی وجود دارد و پاسخ این است: هر گونه تحیت و مبارکباد نمودن پیروان ادیان غیر اسلامی با عیدهایشان جایز نیست و حرام است. مثلا ابن نجیم در کتاب البحر الرائق شرح کنز الدقائق در جلد 8 صفحه 555 به بعد چنین می نویسد: ابو حفص کبیر رحمت الله علیه گوید: اگر انسانی خدا را 50 سال عبادت کرده باشد اما در مناسبت نوروز به برخی از مشرکان تخم مرغی را به عنوان شادباش و گرامی داشت آن روز هدیه کند، بیشک او کافر شده و تمام عبادتهای 50 ساله اش را نابود کرده است. صاحب کتاب جامع الاصغر گفته است: اگر مسلمانی به مسلمان دیگر در روز نوروز تخم مرغی هدیه کند، البته نه به خاطر تعظیم آن روز بلکه بنابر عرف و عادت انجام دهد، کافر نشود. اما سزاوار است چنین کار را در آن روز خاص انجام ندهد، بلکه قبل از آن روز یا بعد از آن روز هدیه کند شایسته می باشد، تا که به آن قوم همانند نشود، چون که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند: کسی به هر قومی همانند شود از آنها خواهد بود. توجه دارید، چون این پاسخهای تند و رادیکال بر اساس جامعه آن روز و متأثر از ارتباط دشمنانه آشکار میان مسلمانان و غیر مسلمانان شکل گرفته است
اما امروز که ما در یک شرایط کاملا متفاوت زندگی می کنیم و ارتباطات بیش از هر زمان دیگر نزدیکتر و کوتاهتر شده است و در جوامعی که مسلمانان با غیر مسلمانان از مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان و سایر ادیان زندگی می کنند و گاهی در اکثریتند و گاهی در اقلیت قرار دارند، قوانین مختلف حاکم است و حقوق شهروندان مورد توجه دستاندرکاران داخلی و خارجی قرار گرفته است. پاسخ به چنین سؤالها به این سادگی و راحتی نیست، بلکه در پاسخ به این پرسش باید به چند عامل مهم توجه کرد. عامل اول نوع جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم، اسلامی یا غیر اسلامی است که آمار مسلمانان و غیر مسلمانان در چنین جوامع بین اکثریت و اقلیت متغیر است. عامل دوم موضع غیر مسلمانانی که با آنان در تعامل هستیم نسبت به اسلام و مسلمانان. آیا موضع آنان مسالمت آمیز است یا غیر مسالمت آمیز؟ و نهایتاً عامل سوم نحوه تعامل غیر مسلمانان نسبت به اعیاد و مناسبت‌های اسلامی که آیا آنان مراعات می کنند و اقدام به تبریک مسلمانان می نمایند و یا اینکه مراعات نمی کنند و اقدام به تبریک نمی نمایند. صلی الله علی محمد صلی الله علی النبی صلی الله علی محمد و علی آل النبی. با توجه به سه عاملی که ذکر شد، به این پرسش که حکم شرعی تبریک عیدهای غیر اسلامی مثل عید نوروز و عید میلاد عیسی مسیح علیه السلام چیست، می توانیم چند پاسخ را خدمت شما عرض نماییم. پاسخ اول: در جامعه اسلامی که مسلمانان اکثریت و غیر مسلمانان در اقلیتند، اگر موضع غیر مسلمانان نسبت به اسلام و مسلمانان مسالمت آمیز باشد و آنان اعیاد و مناسبت‌های اسلامی را مراعات کنند و اقدام به تبریک مسلمانان نمایند، پاسخ آن پرسش چنین خواهد بود که اقدام نمودن مسلمانان به تبریک غیر مسلمانان در عیدهایشان باکی ندارد و جایز و رواست به دلیل قرآنی، یعنی آیه 86 سوره نساء که می فرماید و اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها او ردوها، و چون به شما درود گفته شود شما به صورت بهتر از آن درود گویید یا همان را در پاسخ برگردانید. پاسخ دوم: در جامعه اسلامی که مسلمانان اکثریت و غیر مسلمانان در اقلیتند، اگر موضع غیر مسلمانان نسبت به اسلام و مسلمانان مسالمت آمیز باشد و سر جنگ با مسلمان نداشته باشند، اما اعیاد و مناسبت‌های اسلامی را مراعات نکنند و اقدام به تبریک مسلمانان ننمایند، آنجا اقدام نمودن به تبریک آنان جایز نیست، هرچند به خاطر خویشاوندی، آشنایی، همسایگی و یا همکار بودن تبریک آنها نیز اشکالی ندارد. سوم: در جامعه اسلامی که مسلمانان اکثریت و غیر مسلمانان در اقلیتند، اگر موضع غیر مسلمانان نسبت به اسلام و مسلمانان مسالمت آمیز نباشد، بلکه با مسلمانان سر جنگ داشته باشند و در چنین موقعیت طبیعتاً
عیدها و مناسبت‌های اسلامی را مراعات نمی کنند و اقدام به تبریک مسلمانان نمی نمایند، پاسخ آن است که اقدام نمودن به تبریک غیر مسلمانان در عیدهایشان جایز نیست و حرام می باشد. 4. در جامعه غیر اسلامی که غیر مسلمانان اکثریت و مسلمانان در اقلیتند، اگر موضع غیر مسلمانان نسبت به اسلام و مسلمانان مسالمت آمیز و صلح خواهانه باشد و اعیاد و مناسبت‌های اسلامی را مراعات می کنند و اقدام به تبریک مسلمانان می نمایند، آنگاه اقدام نمودن مسلمانان به تبریک غیر مسلمانان در عیدهایشان باکی ندارد و جایز و روا و شایسته است، به دلیل همان آیه 86 سوره نساء که قبلا قرائت شد. 5. در جامعه غیر اسلامی که غیر مسلمانان اکثریت و مسلمانان در اقلیتند، اگر موضع غیر مسلمانان نسبت به اسلام و مسلمانان مسالمت آمیز باشد و سر جنگ با مسلمانان نداشته باشند، اما عیدها و مناسبت‌های اسلامی را مراعات نمی کنند و اقدام به تبریک مسلمانان نمی نمایند، اقدام نمودن یک مسلمان به تبریک آنان اگرچه جایز نیست، اما به خاطر قرابت و آشنایی و همسایگی و همکار بودن اشکالی ندارد و حتی شایسته نیز هست. و نهایتاً در جامعه غیر اسلامی که غیر مسلمانان در اکثریت و مسلمانان در اقلیتند، اگر موضع غیر مسلمانان نسبت به اسلام و مسلمانان مسالمت آمیز نباشد و سر جنگ با مسلمانان داشته باشند و در چنین موقعیت عیدها و مناسبت‌های اسلامی را که قطعاً مراعات نمی کنند و اقدام به تبریک مسلمانان نمی نمایند، اقدام نمودن مسلمان به تبریک آنان جایز نیست. البته به جهت دفع ضرر احتمالی جانی و مالی شاید تبریک آنان نیز مباح باشد. صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد. در پایان 2 نکته در رابطه با نوروز و میلاد عیسی مسیح علیه السلام باید یادآور شویم. نکته اول آن است که جشن نوروز در کشورهای فارسی زبان مثل ایران، تاجیکستان و افغانستان به عنوان عید باستانی و سنت نیاکان شناخته شده و تقریباً جنبه دینی در آن باقی نمانده است، بلکه نوروز به عنوان عید بهار و زنده شدن طبیعت و فرارسیدن فصل کشت و کار جشن گرفته می شود و مردمی که نوروز را جشن می گیرند همه تقریباً مسلمانند. تبریک این مناسبت هرگز به معنای تبریک عید دینی غیر اسلامی نیست. البته شاید در گذشته رنگ دینی این مناسبت برجسته بوده است و فقهای گذشته بنابر رنگ و بوی دینی داشتن نوروز در آن ایام از شرکت نمودن و یا تبریک و هدیه دادن مسلمانان ممنوع می کردند و جایز نمی دانستند. اما امروز شرایط کاملا فرق کرده و آن مشکل عموما وجود ندارد. اما نکته دوم در خصوص میلاد عیسی مسیح علیه السلام. همه ما مسلمانان آن حضرت را به عنوان پیامبر برحق می شناسیم و باور داریم که آن حضرت یکی از پیامبران بزرگ و اولوالعزم الهی هستند.
اگر شخص مسیحی در سال روز میلاد عیسی مسیح علی نبینا و علیه السلام جشن میگیرد و از پیامبر خودش تجلیل می نماید، برای او تبریک نمودن به این عنوان که ما نیز آن حضرت را پیامبر می شناسیم و او را تکریم می کنیم، قطعاً در دل آن مسیحی نسبت به اسلام و مسلمانان دانه و بذر محبت و دوستی را کاشته و در گسترش صلح و صفا سهم ناچیز خود را گذاشته ایم. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای دریافت پادکست هایی بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org